نساجی که با پیراهن‌های قرمز به مصاف سفیدپوشان پرسپولیس اومده. آقای فغانی سوت آغاز مسابقه رو میزنن و تیم نساجی صاحب توپ هست. مازندران که زادگاه شهید محمد رضا وطنی 10400 شهید کشورمون و همینطور بیش از 40 شهید مدافع حرم نازنین هست که پرسپولیس از ضد حمله بشار حالا بلند برای شریفی میبره به کنار. فرصت برای تیم پرسپولیس از سروش رفیعی داخل منطقه جریمه، ضد حمله سنگین، فرصت برای پرسپولیسی ها و توپ میگذره روی دفاع تیم نساجی. از این طرف فرصت هست کماکان برای تیم پرسپولیس، مهدی شیری و پشت منطقه جریمه برمیگرده به خط دفاع تیم نساجی. ضربه خوب و کرنر، سروش کرنر رو خواهد زد، معمولا تیر یک میزنه، این بار بلندتر بیرون میاد. رضایی موفق است، دروازه‌بان جوان تیم نساجی. حالا ضربه فرصت برای پرسپولیس و توپی که به بیرون میره. سروش رفیعی، نوراللهی، مهدی شریفی، او هم از شروع در ترکیب هست. پشت جریمه، فرصت برای تیم پرسپولیس، فرصتی رو از دست داد. ضربه پای چپ سعید کریمی، علیپور، شریفی ارسال میکنه بلند، فرصت برای تیم پرسپولیس، کنترل خوب رو پای چپ شریف رفیعی بود، البته پشت جریمه هنوز فرصت هست برای این تیم. ضربه رو نمیزنه اونجا بشار. حالا ضربه و پاس و سیو عالی محمد امین رضایی. توتادزه دفاع نساجی گرجستانیه. حالا ارسال، فرصت برای تیم نساجی و گل و گل و گل و گل و گل و گل. غفلت مدافعان تیم پرسپولیس و خدمتتون عرض کردم این محمد مهدی نظری تو هر بازی باید یک کار ویژه انجام بده. این فرشاد فرجیه، سومین پاس گلش در این فصل و ضربه تمام کننده بین مدافعان تیم پرسپولیس از محمد مهدی نظری. نساجی به گل میرسه در ورزشگاه خانگی. نادری این کار رو انجام میده. حالا فرصت برای بازیکن تیم پرسپولیس داخل منطقه جریمه، از همشون رد میشه و این طرف دافع توپو میگیره. به راحتی از اون منطقه دارن حرکت میکنن سمت راست. بلند ضربه سر از کریمی برای شریفی، فرصت برای پرسپولیس، توپای راستشه. حالا برای کریمی ارسال، علیپور اشتباه میکنه، رضایی و دروازه خالی رو نمیتونه باز کنه. علیپور عجب فرصتی رو از دست داد. اینجا ببینید حرکت خوب شریفی، پاس عالی کریمی. رضایی چیکار کرد و انتظارش رو شاید نداشت علیپور که تو بهش میرسه. اینجا ببینید پاس خوب یه بار دیگه برای کریمی. حالا ارسالش پشت جریمه، فرصت برای پرسپولیس، ضربه و ولسیانی تو دور میشه اونجا. سعید کریمی تو این صحنه میتونید ببینید توپ رسید و ضربه زد سروش و ولسیانی که توپ رو کنترل کرد. چون بارون میاد در جایگاه خودش قرار گرفته، توپ بیرون میفرستن. فرصت برای تیم پرسپولیس، ضربه و خوب نبود از محمد نادری. تیر یک به بیرون، فرصت برای تیم پرسپولیس و ضربه محمد نادری که خطرناک از بالای دروازه به بیرون میره. هنوز ثابت توپ هستن. سروش رفیعی برای نوراللهی، ضربه زوزه کشان از کنار دروازه به بیرون میره. یاران تیم نساجی ثابت توپ هستن. آبشک توپ از دست داد، فرصت برای تیم پرسپولیس. حالا فرصت برای رفیعی، میرسونه توپ به علیپور، رو پای شبش ضربه‌شو میزنه علیپور، اما خوب توپ برمیگردونن مدافعان تیم نساجی. خطر اضافه یار روی دروازه تیم نساجی. ترابی، نادری، باز هم برای ترابی، بلند در اون جریمه، فرصت برای تیم پرسپولیس، ضربه و توپی که در آغوش رضایی قرار میگیره و با سلامت در خط دفاعی تیم پرسپولیس هست. حرکت خوب ترابی، پا به توپ جلو میاد، پاس خوب برای سروش رفیعی. حالا برای کریمی، دروازه نمیتونه باز کنه. علیپور، خطر روی دروازه تیم نساجی کماکان حفظ میشه. فرصت برای سعید کریمی و توپی که به بیرون میره. کرنر برای تیم پرسپولیس، موقعیت خوب، بودیمیرم اومده تو منطقه جریمه، شلوغ هست اونجا. ارسال، ضربه سر از طرف تیم نساجی، یه بار دیگه تکرار میشه کرنر. خدمتتون عرض خواهم کرد حرکت
علیپور تو میرسه به ترابی، فرصت برای تیم پرسپولیس. حالا علیپور میزنه به تو، فرصت و توی دروازه و گل و گل و گل و گل و گل و گل. سروش رفیعی حساب کار رو نساجی از سمت راست دفاعش گل خورد. بارها در این نیمه حرکت کردن و سرانجام این پاس خوب علیپور روی هنر ترابی و ضربه تمام کننده سروش رفیعی. بازی حالا 1-1 میشه، میتونه به زیباتر شدن این مسابقه در ادامه کمک بکنه. پرسپولیس ارسال علیپور و ضربه سری که میزنن پشت جریمه، ضربه و خطرناک که توپ از بالای دروازه به بیرون میره. توتازه خیلی خوب با شگرد داره اینجاها رو، ضربه توتازه ولی با فاصله توپ به بیرون میره. فرشاد فرجی دوباره ارسال میکنه، شیری فلسیانی فرصت برای تیم نساجی که ارسال بکنه، آبشک ضربهشو میزنه با فاصله توپ به بیرون میره از محمد آبشک. اینجا پای راست که فاصله بیرون، فرصت برای تیم پرسپولیس از این طرف. حالا ترابی تک به تک و توپی که میگیره اعلام خطا از ترابی میشه. پاس عالی برای ترابی، اینجا اعلام خطا میشه از ترابی. این صحنه اصلا نمیدونم برخورد کرد عبدالله زاده بهش یا نه، دست که به نظر دست چپش یه لحظه لمس کرد، ولی این تیم این صحنه میتونیم ببینیم زوایای مختلف. پای راست عبدالله زاده بازم مشخص نیست برخورد کرده باشه یا نه. سروش رفیعی، علیپور، حرکت بازیکن تیم پرسپولیس. علیپور رو پای راستشه، حالا بودیمیر بین مدافعان تیم نساجی میرسونه برای رفیعی و توپی که نرسید، یه لحظه سر خورد علیپور و توپ به میدون که بازی استقلال و نفت مهد سلیمان هم 18:30 شروع خواهد شد. بلند ضربه سر، فرصت برای تیم پرسپولیس، اما اونجا هستن مدافعان آماده نساجی. اعلام خطا میشه. لنگان نظری اشاره میکنه که نمیتونه بازی کنه. حالا علیپور، حرکت خوب نادری ارسالش و محمد امین رضایی با دستان امینش توپو میگیره به سمت دروازه تیم نساجی. حالا ارسال بلند برای بودیمیر، ضربه سرش و از بالای دروازه به بیرون میره. سروش رفیعی از نوراللهی توپو گرفت، دوباره ارسال برای بودیمیر، ضربه سر. حالا شوت محکم نوراللهی، تو برگشت داده میشه. بعد از استقلال و تراکتورسازی پرسپولیس هم به سلامت از این ورزشگاه میگذره و نمیوازه.